خب با هم بریم مرحله دوی اپلای جاب رو نگاه کنیم، ببینیم چجوری ما میتونیم که به جاب های موجود اپلای کنیم. بعد از اینکه آنالایز کردیم، دیتا رو جمع آوری کردیم، آوردیم مثلا گذاشتیم تو این کتگوری که نوشتم، یعنی جاب تایتل و کامپانی نیم و لوکیشن و دیت اپلای و اینا رو که همه اینا رو جمع آوری کردیم، آماده شد، میریم سراغ چت جی پی تی. وارد چت جی پی تی میشیم و اولین کاری که باید انجام بدیم اینه. من وارد چت جی پی تی میشم، اینجا یه سکشن جدید باز میکنم و در این سکشن جدید اولین کاری که میکنم اینه، میام بهش میگم که رزومه منو بر اساس جاب تایتلی که هست آماده کن. در اینجا چند تا پرامپ هست که میبینید، مثلا خودش پیشنهاد داده که کاپی د رزومه جاب دیسکریپشن بذار اونجا، بعد یوز د پرامپ این چت جی پی تی و ریرایت کن رزومه رو. من چیزی که اینجا خودم استفاده میکنم و پیشنهاد میکنم شما هم استفاده کنید اینه که باید بر اساس اونجا بگردی این پرامپ ها رو انتخاب کنید که بفهمید کدومش مناسب اون جاب هست، کدومش میخوره. و لازمش این نیست که وقتی که چت جی پی تی تمام دیتا رو بهت میده اون واقعا اکورت باشه، درست باشه. باید خودت منیجش کنی، یعنی یه جورایی باید اصلاحش کنی، هی فیدبک بهش بدی تا اینکه متوجه بشی که خروجی درستی بهت میده. اه، الان بیام من اینو اولی رو استفاده کنم. ببین، اولین کاری که میکنم میام جاب دیسکریپشنی که قبلا آماده کردن در اون فولدری که هست. ببین اینجا اومدیم فولدر ایجاد کردیم و گذاشتیم داخل اون فولدره و بعد از اینکه جاب دیسکریپشن رو گذاشتیم تو فولدر، مشخص کردیم تایتلش چی بوده، شغلش چی بوده، میایم اینو کپی میکنیم، کلا کپی میکنیم تو چت جی پی تی. بذارین الان کپی کنیم ببینیم چه اتفاقی میافته. کلا کپی کردیم به اونجا. خب بعد این میاد خودش آنالایز میکنه. ببین الان آنالایز میکنه، برات میگه که اولین کاری که باید بکنید اینه که آنالایز پستینگ. اول آنالایزش کن، بهش بگو آنالایز پستینگ. آنالایز میکنه. منم منتظرم که آنالایز بشه. ببینید مثلا قشنگ داره آنالایزش میکنه. به محض اینکه آنالایز کرد کپی رو، به محض اینکه آنالایز کرد جاب رو، میایم چیکار میکنیم؟ میایم از بالا یه آپشنی داره که میتونید کپی کنید. ببین اینجا آپشن میده برات. ببین اینجا آپشن، اول میخونیم ببینیم که درسته. مثلا چند تا مثلا استور داره، مثلا چه جوریه، گلوبالی فلانه، مثلا کلابریشن چی میخواد، اسکیل هایی که لازمه چیا هستن و چه جوریه. اینا رو که آنالایزش کردیم میایم اینو کپی میشونیم. اینجا میایم بالا. ببین اینجا کپی میکنیم، ببینیم تمامیشو کپی میکنه یا سکشن سکشن کپی میکنه. میایم به قسمت این یه دونه داک جدید باز میکنیم، create and share میزنیم. تو داک جدید می نویسیم آنال آنال آنالایز جاب تایتل پلاس کامپانی نیم. خب اون جابی که تایتلش رو میذاریم اینجا و کامپانی نیم رو میذاریم اینجا. بعد میایم چیکارش میکنیم؟ پیستش میکنیم اینجا. اگه کپی نکرد همشو،
میایم دوباره از اینجا. ببین اینی که این نوشته رو کلا میایم انتخابش میکنیم و کپی میکنیم به اینجا. خب بعد از اینکه کپی کردیم میایم میگیم که بهش میگیم که ببین اینجا میایم این پرامپ رو استفاده میکنیم، بهش میگیم که ریرایت کن رزومه رو، ریرایت مای رزومه تو match this job with ATS optimize. میایم اینو استفاده میکنیم اینجا. الان میام من اینو مینویسم اینجا rewrite my resume to match the job description ATS optimize. میام اینو استفاده میکنم. بعد میام بهش میگم که my resume هم اینه. بعد بهش please see my resume below. الان میام اینجا رزوممو آپلودش میکنم. رزومه رو آپلودش میکنم و منتظر میشم که آنالایزش کنه و اون رزومه‌ای که من لازم دارم رو برای من بده. داره آنالایز میکنه. ببین اومد آنالایزش کرد، کویک رزومه سامری رو آورد نوشت که کجاها کار کردم، چی کارهایی انجام دادم. بعد اومد مچش کرد have to analyze job and ببین مثلا اومد مثال زد که مثلا این اینجوری میتونید مچش کنید و مثال میزنه. بعد میایم همین جمله قبلی رو که بهش گفتم رو دوباره بهش میگم. ببین جمله قبلی که بهش گفتم rewrite my resume based on job، میام اینجا دوباره اینو بهش میگم. ببین الان دوباره جاب دیسکریپشن رو دوباره میخواد. من میام دوباره اینجا جاب دیسکریپشنی که آنالایز کرده رو جاب دیسکریپشنش رو براش میفرستم. بذار ببینم خودش اگه نفرستاده همینجا میام اینو کلا کپی میکنم. ببین مثلا این IT support جاب دیسکریپشنش تقریبا تا اینجاست. خب کپی میکنم و بهش ارسال میکنم. خب ببین بعد از اینکه نوشت یه دور میخونمش، مثلا از اول نگاه میکنم ببینم درست نوشته یا نه. Proactive IT support specialist with 5 years experience provided level 1-2 technical support in hybrid corporate and retail environments. Skills
in the troubleshooting hardware software network issue for Windows and macOS users. Strong foundation in Google Workspace, Microsoft 365, ticketing system known for delivering 97% customer satisfaction, maintaining organized asset tracking systems and supporting store and office setups. اینا رو میرم میخونم. بعد از اینکه خوندم، مطالعه کردم، بررسی کردم با پست اینا، چیکار میکنم؟ بهش میگم که ورژن export the file word version of the docOS اکسپورتش میکنم. خب الان که اکسپورتش کردم، همین مرحله برایش بهش میگم که کاور لترم بنویسه. برای هر کدوم از زاپ ها من توصیه میکنم بهش بگی که یه کاور لتر سمپل شورت براتون بنویسه تا به صورت راحت اونو داشته باشید. اگه لازم داشت شما استفاده کنید. ببینیم اومد قشنگ درست حسابی اسم و فامیلمو به اضافه اون جابو به اضافه اون چیزو آماده کرد. منم دانلودش کردم. الان بیایم ببینیم دانلودش رو من باز میکنم. اگه کم کسری بود اینجا ادیتش میکنم. ببخشید. الان ببین اومد. من آدرسم رو نوشت، جیمیلم رو نوشت. ببین الان مثلا جیمیلم رو درست ننوشته. من الان درستش میکنم. ببین خب بعد شماره موبایلم رو داره، لینکدینم رو داره، بعد کور ریسپانسیبیلیتی رو نوشته. اینا رو جاهاشو خودم میتونم مثلا عوضش کنم، فرمتشو عوض کنم، یا یا همینطوری نگه دارم. اینو ببین قشنگ ساده کرده، نوشته اکسپریانس منو نوشته. مثلا من دوست دارم اینجا مثلا این قسمتش رو بولدش کنم، میام بولدش میکنم. بعد این قسمت هایی که هست تایتل، مثلا میام این قسمت هاشو بولد میکنم. technical support level 2. بعضا هم احتمال داره که مثلا اون تایتل دقیقشو ننویسه. سعی میکنم که اون تایتل های دقیق، مثلا اگه مثلا اینجا مثلا ساپورت انالیست بودم، تکنیکال ساپورت انالیست بودم، دقیقا همونو بنویسم. بعد میام پایین. آیتی ساپورت تکنیشن بودم. بله آیتی ساپورت اسپشیالیست بودم البته. حالا تکنیشن هم قبوله، یعنی مورد قبوله. میام اینم بولدش میکنم و ببین قشنگ اومده نوشته پست گرجویت هم این بوده، مستر هم این بوده، بستر هم این بوده و الی آخر. بعد به محض اینکه چیز شد اینو سیوش میکنم و میام کپی میکنم این سیو شده شو میارم میذارم اینجا. ببین میارم میذارم اینجا، بهش میگم اسمشو میذارم رزومه. الان من اینو بیارم اینجا ببینم میشه کاپی کردم شد یا نه. آره اومد. ببین اومد اینجا. بعد همینجا قبل از اینکه برم یه جای دیگه بهش میگم please write a cover letter letter for this job for this job. بسیار عالی.
نوشت، منم اومدم خوندم، دیدم درست نوشته، کلا اوکیه. بعد اکسپورتش میکنم. همین جمله اکسپورت و اینو میام کاپی میکنم و میذارم اینجا. خب گذاشتیم اینجا. الان منتظر میشم که اونم اکسپورت کنه. بعد از اینکه دانلود کرد، میام همونو میذارم تو اون فولدری که هست. ببین اینو میام دانلودش میکنم، دانلود رزومه کار لتر برای این رشته. بسیار عالی. بعد میام کاپی میکنم، باز میکنم، البته به مطمئن بشم که دقیقا همون چیزی که هست برای من میذارم اینجا. خب پس آنالیز کردیم، کاور لتر نوشتیم، رزومه نوشتیم. مرحله بعدی مرحله اپلای کردنه که در سشن بعدی براتون اونم ارائه میدم. موفق باشید. دوستتون دارم.